این دختره عاشق رئیسش میشه و برای موفق شدنش دست به هر کاری میزنه و این رئیس دیوسش هم از این فرصت استفاده میکنه و هر شب ترتیب این تفلکو میده. هر چی آزمایش نکرده داره روی این بدبخت انجام میده. پس تا آخر این ویدیو همراه من باش تا حواستو جمع کنی و هر ماده‌ای رو به خودت تزریق نکنی. حالا خدا این جیگر رو دوست داشت پنگوئنش کرده. ترسم از اینه که من و شما رو تبدیل به گاوی چیزی بکنه. امروز اومدم با معرفی فیلم آرکتیک هارت، محصول سال 2016. در یه آزمایشگاه ژنتیکی در فرانسه محققی به اسم فیلیپ کار میکنه که یه روز یه جعبه آهنی رو دریافت میکنه و به همراه همکارش اونو مورد بررسی قرار میدن. توی اتاق کناری دختری زیبا به نام کریستوفن رو داریم که مشغول مرتب کردن سرب‌ها هستش. توی اتاق اینوری فیلیپ بالاخره جعبه رو باز میکنه و میبینه یه جوجه پنگوئن گوگولی توشه. فیلیپ با تلفن داخلی سریع به کریستوفن میگه که براش آرام بخش ببره و بعدش فیلیپ با تفنگ بیهوشی یه تیر میزنه به پنگوئن و اونو بیهوش میکنه. آخه چجوری دلت میاد به همچین موجود نازی شلیک کنی؟ چیکارت داشت آخه کونی؟ و بعدش به کریستوفر میگه که اونو ببرتش طبقه بالا. اونا هم سوار آسانسور میشن که برن آزمایشگاه اصلی. کریستوفر با پنگوئن وارد یه محوطه شبیه سازی قطب جنوب میشه و به خاطر کولاک اونجا هیچی رو نمیبینه که همکارش از اتاق کنترل کولاک رو غیر فعال میکنه و کریستوفر میبینه که وسط یا عالمه پنگوئنه. ای قربون شما برم من. اون بچه پنگوئن رو ول میکنه که بره با بقیه پنگوئن‌ها بازی کنه ولی یهو بیهوش میشه به خاطر اثرات دارو و غیره. کریستوفر هم عملیات احیا رو انجام میده و دوباره زندهش میکنه و بعدش که مثل یه سگ یخ زده و میلرزه به خودش از اونجا میاد بیرون که پروفسور میاد با این روشی که میبینین گرمش کنه که کریستوفر از این کار خوشش میاد و میخواد که بهش بده. بعد پروفسور اونو به خاطر کاری که کرده تحسین میکنه و میگه که میتونه بهش از نزدیک توی پروژه کمک کنه. لاشی خوب بلدی کارتو ها، دنبال چی میگردی؟ روز بعد توی آزمایشگاه دارن قدم میزنن که پروفسور یهویی از کریستوفر میپرسه که PPN چیه؟ کریستوفر هم میگه که یه پروتئین خاص تو پنگوئنه که با بیماری ها مبارزه میکنه و باز هم پروفسور تحسینش میکنه. باریکلا کریستوفر، داری به سالار پروفسور دست پیدا میکنی. یه مدال قشنگ یادت باشه بهت بدم. در ادامه در یک اتاق نگهداری پروفسور از همکارش میخواد که چند تا موش واسه آزمایش کردن PPN آماده کنه. پروفسور در جلسه‌ای که با مدیران بخش‌های مختلف داره میگه که رقیب آمریکاییشون قراره که این آزمایش رو روی انسان‌ها انجام بده. اگه اونا میخوان موفق بشن باید این تاییدیه رو بگیرن. اون روز رو پروفسور توی آزمایشگاه میمونه و تا دیر وقت به تحقیقات خودش ادامه میده ولی بیفایده است و به هیچ نتیجه‌ای نمیرسه. ما به تو قول میدم تو هیچ گویی نمیشی. در جلسه بعدی پروفسور که با مدیران داره میگه که PPM فقط روی پنگوئن جوابه و اون اومده ژن پنگوئن رو به موش هم انتقال داده و روی موش هم آزمایش کرده و برای این کار زمانی بیشتری میخواد. خلاشی با این کار ریدی تو طبیعت حتما بعدش هم میخوای ژن موش رو به انسان انتقال بدی. خلاصه که آخر جلسه 3 هفته دیگه به پروفسور فرصت میدن. در ادامه کریستوفر میره به محوطه یخی تا به پنگوئن‌ها غذا بده و میبینه که پروفسور کلش کیریه، مثل من که الان کلم کیریه و یه گوشه نشسته و ماتم گرفته و بعد از این که از اونجا میاد بیرون همکارای کریستوفر میان پیشش و بهش میگن که نگرانن که هیئت مدیره جلوشونو بگیره و خودشونو به خاطر نابود کردن رویای پروفسور مقصر میدونن. بعد از این که کریستوفر دلش برای پروفسور میسوزه و به این فکر میکنه که چجوری میتونه به پروفسور کمک کنه تصمیم خودشو میگیره و میره تو محوطه یخی و پروفسور رو صدا میزنه و بهش میگه که حاضر خودشو فدای علم کنه و قبول میکنه که ژن پنگوئن و PPN رو بهش انتقال بدن و تمام عواقبش رو میپذیره و قول میده که همه چی رو مخفی نگه داره. درود به مرام، درود به عظمتت. و بعدش از شدت سرما از حال میره و وقتی به هوش میاد میبینه توی محوطه شیشه‌ایه که پروفسور میاد و بهش میگه که این کار رو انجام میدم ولی همه چیز باید محرمانه باشه. روز بعد همکارای آزمایشگاه به پروفسور
پروفسور میگن که یکی از آمپول‌های PPN گم شده و پروفسورم میگه من دیروز اعصابم کیری بود زدم یکیشونو شکستم. مهم نیست، کلی آمپول توی انبار هست، از اونا استفاده کنین. و بعدش میره طبقه بالا توی اتاق خودش پیش کریستوفر. اونا کلی با هم حرف میزنن و شروع میکنه با آزمایش کردن روی بدن کریستوفر. در ادامه پروفسور بهش میگه که برای تحریک PPN اون باید یه برنامه غذایی سخت و سبک زندگی کاملی داشته باشه. روز بعد آزمایش‌ها با سیلی زدن به اون و وصل کردن الکتریسیته بهش ادامه پیدا میکنه و ازش نمونه خون میگیره و پروفسور تایید میکنه که بدنت PPN رو پذیرفته. کریستوفر برنامه غذایی مثل غذای پنگوئن‌ها رو میگیره و هر روز اونو میذارن توی آب یخ که بدنش واکنش نشون بده. خلاصه یه شب که از آزمایش‌ها تموم شده و پروفسور میخواد بره، کریستوفر ازش خواهش میکنه که اونو برسونه، ولی پروفسور خودشو چوس میکنه و میگه واسه شب برنامه چیده و میره. در ادامه که کریستوفر از دست پروفسور ناراحت شده میره و به این آقا که اسمش زیگه میده. بله، به همین راحتی. خانوما رو ناراحت نکنین دوستای من. یهویی میبینی کاری که نباید میشده میشه. از ما گفتم بود. خلاصه روز بعد پروفسور دوباره ازش نمونه خون میگیره و آزمایش میکنه و میبینه که PPN تو بدنش فعال شده و ازش میپرسه که دیشب کار خاصی انجام دادی یا نه. اونم میگه آره، تو که نیومدی بکنی منو لاشی، منم رفتم به زیگ دادم. خوب کاری کردی، دورت بگردم، تو فقط بده. پروفسورم متوجه میشه که یکی از راههای فعالسازی PPN توپ تو سوراخ بچه‌ها و بعدش بهش آمپول آنفولانزا رو تزریق میکنه و میبینه که هیچ تأثیری روش نداره. بعدش پروفسور به همکاراش میگه که بالاخره موفق شدیم و تلاش هامون نتیجه داده، ولی بهشون دروغ میگه و میگه این آزمایش رو روی موش‌ها انجام دادیم و در آخر میگه که همه موش‌ها رو با هم جفت کنن. روز بعد پروفسور متوجه میشه که دیگه PPN توی بدن کریستوفر فعال نیست و بهش میگه که دوباره بره و با زیگ توپ تو سوراخ بازی کنه، ولی کریستوفر قبول نمیکنه و میگه که اون آدم رازداری نیست و آبرومو میبره. بله دیگه، وقتی به همین راحتی خودتو در اختیار هر کسی میذاری، فکر اینجاشم باید بکنی ناکس. بعدش به پروفسور میگه خودت بیا تا با هم توپ تو سوراخ بازی کنیم، دور سرت بگردم، به خاطر علم و هدفی که داریم. من کیرم تو اون هدفه. و پروفسورم قبول میکنه، فقط به خاطر هدفها. فکر بد نکنین دیوسا. شبش پروفسور میره چند تا قرص تأخیری میخوره تا علاوه بر هدفش یه عشقی هم کنارش بکنه. دیگه حیف والا. و میره واسه انجام عملیات علم 1. بعد از انجام عملیات دوباره پروفسور روی کریستوفر آزمایش انجام میده و میفهمه که PPN فعال نشده و بعد ازش میخواد که کل رابطه‌شو مو به مو براش تعریف کنه تا پروفسور هم یاد بگیره. خاک تو سرت، با این سن و تحصیلاتت بلد نیستی چیکار کنی؟ برو اونور بابا، خودم الان با رسم شکل نشونت میدم. روز بعد هم کریستوفر پرینت تمام پوزیشنایی که با زیگ رو رفته میاره و تحویل پروفسور میده. پروفسور هم پشماش میریزه از انعطاف بدن کریستوفر و میگه ناموسن این کارا رو تو کردی و آمپر حشریت پروفسور میزنه بالا و میگه بیا ببینم واقعا این کارا رو بلدی بکنی یا نه. و دوباره میرم برای انجام عملیات علم 2. در همین حین این ور آزمایشگاه این سه تا کله پوک از این که این موشا توپ تو سوراخ بازی نمیکنن ناراحتن و میرن بهشون اسپری حشری کننده میزنن که خودشون بوخوره میشن و کسخلا میخوان که با هم توپ تو سوراخ بازی کنن. در ادامه که کریستوفر داره از آزمایشگاه خارج میشه که بره خونه، میبینه که همه به جون هم افتادن و میخوان توپ تو سوراخ بازی کنن. نگو که همه اینا برداشتن از این اسپریه برای جفت کردن موشا استفاده کردن و همه‌شون به چخ سگ رفتن. پروفسور که داره توی سالن آزمایشگاه قدم میزنه، صدای توپ تو سوراخ توی یکی از اتاقا رو میشنوه. وقتی میره اونجا میبینه که این دیسا خیلی دیگه بوخوره شدن و دارن همدیگه رو پاره میکنن. در ادامه باز پروفسور آزمایش انجام میده و به کریستوفر میگه باز هم ناموفق بود. معلوم نیست این پسر چجوری این دختره رو کرده که این PPN تو وجودش فعال شده. دست مریزاد ناموسن. و این دفعه تصمیم میگیره که عملیات علم 3 رو یکم رمانتیک‌تر انجام بدن، شاید جواب بده. من که میگم این پروفسور دروغ میگه که فقط توپشو تو سوراخ کریستوفر کنه. نظر شما چیه؟ تو کامنت ها بهم بگین. بعدش هم میرن عملیات علم 3 رو انجام میدن. روز بعد کریستوفر به خاطر عملیات سختی که داشتن خسته است و توانایی انجام عملیات جدید رو نداره. پروفسور هم این دفعه بهش فرجه میده و اجازه میده که استراحت کنه تا عملیات بعدی رو پر انرژی انجام بدن. شب میشه و کریستوفر
کریستوفر بیدار میشه. وقتی خودشو توی آینه میبینه چشماش به طرز عجیبیش سیاه شدن و بعدش این دوتا کسخل دوتا از موشهایی که جفتگیری کرده بودن رو مورد بررسی قرار میدن و به نتیجه‌های خوبی میرسن. روز بعد دیگه پروفسور از بس کریستوفر رو کرده و به نتیجه نرسیده ناامید شده. نه بابا، سوراخ این دختره رو اتوبان کردی، ناامیدم هستی؟ بعدش این کسخلا میگن که ما موفق شدیم و با جفتگیری موشها PPN تو بدن موشها فعال شده، ولی اینا خبر ندارن که پروفسور خودش هم شخصا داره جفتگیری انجام میده. در ادامه که پروفسور آمپرش زده بالا، به کریستوفر زنگ میزنه که دوباره روش آزمایش کنه، ولی دیگه از این خبرا نیست و کریستوفر جوابشو نمیده. در ادامه پروفسور نتایج موفقیت آمیزشو تو جلسه هیئت مدیره میگه و مورد تشویق قرار میگیره و خبر این آزمایش علمی همه جا پخش میشه و دنیا رو میترکونه و الان تنها چیزی که مهمه اینه که چجوری اثر این PPN رو همیشگی کنن. خب معلومه دیگه، هر شب تو سوراخ. اینو همه بچهای کانال من دوست دارن. بیاین همینا رو ببرین همچین PPN رو فعال کنن که جهان منفجر بشه. بعدش دوباره پروفسور به کریستوفر زنگ میزنه ولی این بار جوابشو نمیده. بازم بچه‌ها، یه روز که کریستوفر از خواب بیدار میشه متوجه انگشتای پاش میشه که دارن تغییر شکل میدن. یا ابوالفضل، کریستوفر داره پنگوئن میشه، مگه داری وسن؟ و این اتفاق هم برای موشای آزمایشگاه هم افتاده و دست و پای اونا هم مثل پنگوئن شده. پروفسور که این صحنه رو میبینه نگران کریستوفر میشه و میره خونه کریستوفر و اونو توی وان همون پر از یخ پیداش میکنه. پروفسور پوست اونو بررسی میکنه و متوجه میشه که به خاطر افزایش دمای بدنش پوستش داره تجزیه میشه و به کریستوفر میگه که باید اونو به مهوده یخی ببره تا ببینه چه گویی باید بخوره. اونو راضی میکنه و یواشکی میبرتش به آزمایشگاه و شروع به آزمایش کردن میکنه تا بتونه ریدنی که کرده رو تمیزش کنه، ولی آب قطعه و دیگه فایده نداره. در ادامه همکار پروفسور بهش زنگ میزنه و میگه که موشهایی که روشون آزمایش انجام دادن مردن و بعدش پروفسور میره پیششون تا حالشون رو بپرسه و کریستوفر میگه که خوبم، اما پروفسور میدونه که قراره بمیره و نمیدونه چه خاکی باید بریزه به سرش که کریستوفر ازش خواهش میکنه که اونو به قطب شمال ببره. پروفسور هم به همکاراش میگه که برای آوردن کاوشگر فضایی باید به قطب جنوب بره. در ادامه کریستوفر رو داخل یک کپسول با دمای کنترل شده میذاره و کریستوفر میگه که میخواد تنهایی بره اونجا و پروفسور هم اونو توی ماشین میذاره و رفتنش رو تماشا میکنه. الهی قربون دلت برم که شکسته پروفسور جونم. و از اونجایی که به خاطر که کاری که کرده احساس گناه میکنه به خودش PPN تزریق میکنه و به قطب جنوب میره پیش کریستوفر و میبینه که اون تبدیل به یه پنگوئن انسان نما شده و وقتی کریستوفر میفهمه که پروفسور چه کاری کرده لبخند میزنه و میپره تو بغل پروفسور و در آخر گروه تحقیقاتی پروفسور برنده جایزه نوبل میشه و پروفسور و کریستوفر رو میبینیم که با همدیگه توی آبها دارن شنا میکنن و فیلم تموم میشه. نظر خودتون رو برام توی کامنت ها بگین. کانال منو حتما سابسکرایب کنین که منو خوشحال میکنین و زنگوله کانال رو فعال کنین که نوتیف بقیه ویدیوها واسهتون بیاد. دم شما گرم که تا آخر ویدیو همراه من بودین. مرسی ازتون. اگه میخواین این فیلم رو دانلود کنین لینک چنل تلگرام هم توی بیوی کانال هم توی کپشن. عضو بشین و نسخه اصلی این ویدیو رو دانلود کنین. مرسی ازتون. خدا نگهدارتون.